السلام علیکم واعظ شیرین سخن، از شما ما بسیار مسئله ها را آموختیم و حقیقت دین را فهمیده ایستاده ایم و می خواهیم که آیت 84 سوره توبه را تفسیر کنیم. خب آیت 84 سوره توبه را دیدیم از تفسیر قرطبی، تفسیر ابن کثیر، روح البیان، انوار القرآن. خداوند برکت بده سوال دادگی را. از سوالی با خودمون ما خیلی چیزای نو فهمیدیم. آیت 84 سوره توبه در حق منافقین نازل شدگی است. از ابتدا البته در اوجه سخن‌ها زیاد هستند، اما وقت کوتاهی میکنه، همین قدرش میگه که آیت 84 همین است که استعذ بالله ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. صدق الله العظیم. این آیت نازل شد در حق اسباب نزول شد. اسباب نزولش همین بود که در مدینه منافقا بسیار بودند، در مکه مکرمه نه. در مکه مشرک بود، کافر بود، اما در مدینه منافق بود. یعنی همه که اسلام که قبول کردن مسلمان شدن، اون منافقان در بین مسلمان ها در آمدن میگفتن به خدا باور داریم، به رسالت باور داریم، پیامبر ها، اما در دلشون نفاق بود. منافق اول بدونیم که کیست. منافق فی الدرک اسفل من النار، منافق در قبط پسترین گنده ترین دوزخ است. منافق از کافر 100 بار بدتر است، 1000 بار بدتر است. کافر انکار میکنه ایمان اسلام همه را میدونش کافر یک طرفه، اما منافق چنان بزدل بدبختی هست که نه کافر است نه مسلمان. مسلمان که غلبه کرد درون میدونه. در مدینه منوره اینها زیاد بودن که سردار منافقای مدینه منوره عبدالله ابن ابی بود. عبدالله ابن ابی سرداری همون منافقای مدینه بود، سرکرده منافقا بدبخترین شون بود که همه نفاق همون در بین مسلمان ها پهن میکرد. منافق از دنیا گذشته شد، رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به جنازه او شرکت کرد، اما فایده نداره برای منافق، چون که کافری به خدا و کافری به رسول الله جای دوزخ است. پیغمبر در جنازه عبدالله ابن ابی وقتی که حاضر شد، یگانه کسی که پیغمبر از جنازه خواندن منع کرد عمر بن خطاب. عمر بن خطاب به نزد پیغمبر صلی الله علیه و آله آمد که یا رسول الله، این عدوی الله، دشمنی الله تعالی است، این در حق خدا و پیغمبر کذا و کذا فلان 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 گپ‌ها را میگفت، تو برای چی جنازه ای را میخوانی؟ حضرت عمر گفت، باز دویم بار تکرار که حضرت عمر که منافق نخوان جنازه شد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله تبسم کرد، گفت که آیت هست که استغفار بکنی برای او یا نکنی. من مخیر هستم برای استغفار کردن، از 70 بار زیاد استغفار میکنم. بعدا حضرت عمر وقتی که شنید، حضرت عمر میگه که از گفتگی خودم به پیغمبر خدا من پشیمان شدم که این رسول خدا از من خوبتر و بهتر میفهمد. پسر عبدالله ابن ابی منافق مردگی آمد پیغمبر را گفت که یک کرتر به ما بتگو تا که کفن کنیم بدبخته. پیغمبر کرتر قمیص بدر کرد. به چه خاطر؟ برای آن که حضرت عباس وقتی که نداشت بگید تیرش بزنه، کرته به عطا بکنیم. از محبت و دوستداری رسول خدا را ببکی تنی برهنه او را دید، رحم شوند. حضرت عباس یک کرته گرفتن به او پوشاندن. بعد که این بدبخت مرد، آمد رسول اکرم گفت که همون کرته قرضی را گرداند پیغمبر به او داد. پیغمبر خواست جنازه را بخونه که حضرت عمر میگه که بعد اندک میگه جبرائیل وحی از نزد خداوند آورد، همین آیت جبرائیل از نزد خداوند آورد که ولا تصلی علی احد منهم، به یگان تای این منافقا جنازه اینها را نخوان، هرگز جنازه منافق نخوان. ما تعبدن ولا تقم علی قبره، بر قبر اونها هم نیست، در قبر اینها هم ایستاد نکن. پیغمبر عادت مبارک همین بود که جنازه را میخواندن، به قبرستان میرفتن، در قبرستان در حق میت با دعا میکردن.
خدا امرش کرد که نه جنازه او را هرگز بخوان، نه در قبر اینها ایستاد بشه. خدا منع کرد رسول اکرم. بچه خاطر انهم کفروا بالله و رسوله، اینها کافری و خدا و کافری و رسول خدا هستند و ماتوا مردن و هم فاسقون و فاسق هستند. خدا همین آیت فرستاده منع کرد جناب پیامبر که جنازه منافق نخوانند. و شما ببینیم که پیش از نزول آیت پیغمبر منع کرد که جنازه بدبخت نخوان. پیغمبر او را گوش نکرد، آیت حق نازل شد. گپی حضرت عمر قوی کرد خداوند جل جلاله که منافق هرگز جنازش نخوان و سر قبر او هم نره ایستاد نشه، در حق دعا نکن، چون که دعا برای او فایده ندارد. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم قفا گشت ایستاد. دیگر تا زمان از دنیا گذشتنش جنازه یگان منافق رسول خدا خواندگی نیست، نخوانده بودند. یگان منافق جنازه رسول اکرم نخواندند. در زمان پیغمبر منافقا بودند، در زمان صحابه هم بودند. یگانه کسی که منافقا را همش رسول اکرم که با معجزه میدانست، یگانه کسی که از این سیر آگاه بود حذیفه یمانی بود. حذیفه یمانی را میگفتن صاحب سیری رسول الله صلی الله علیه وسلم، صاحب اسرار پیغمبر صلی الله علیه وسلم حذیفه یمانی بود که حذیفه یمانی را پیغمبر فهماندگی بود تنها و تنها، چون که سیر دل پیغمبر غیر حذیفه یمانی دیگر صحابه نمیدونستند. زمانی که عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه خلیفه شد، بعد خلیفه شدنش هر کسی را که جنازه‌اش برای خواندن می آوردن و میپرسید که چی عمل داشتی، چی عمل اسلامی داشت، خدا پرست بود، عابد بود یا نبود. مثل امروزه وری نیست 40 سال 50 سال نماز نخوانده، یک عمر گشت از حیوان وری میورن جنازه‌اش بخونه میره. بعد چی میگیم؟ آدم بی‌آزار بود، این دیگه هیچی، نه نماز در روزه نه طاعت، هیچی فایده نداره. جنازه با او، جنازه با او فایده نداره. جنازه برای مسلمان فایده داره، اگر چند جنازه چنین میخونیم فایده با او نداره. بعداً حضرت عمر بن خطاب سوال میکرد چی عمل داشت؟ اگر عملی بد شمیشینید جنازه او را حضرت عمر نمیخون هرگز، میگو ختون میدونه نمید مرده و جنازه تا. عمر بن خطاب خلیفه اسلام شد، حذیفه یمانی را دعوت کرد. گفت حذیفه گفت تو بگو که همون منافقا کی هستند در مدینه که من بشناسمشون که تو قطعی پیغمبر خدا میدونستی؟ حذیفه یمانی گفت که این یعنی که سیر یک کس که به تو گفت امانت میشه، او را در دیگر کس نمیگوی، او را که بگوی خیانت میشه. بعدا حضرت عمر بن خطاب نگاه میکرد کدام کسی که میمرد در جنازش، اگر حذیفه یمانی اشتراک میکرد اینم اشتراک میکرد، اگر حذیفه یمانی اشتراک نمیکرد اینم اشتراک نمیکرد که جنازه منافق است. گفتن این آیت 84 سوره توبه در حق همین نازل شدگی است که جنازه منافق خوانده نشود.